گول تبلیغات نخورین. رادیوی کوچیک ریز وجود نداره. رادیویی که بخواد به این ابعاد باشه، نه جی اس ام داره، نه جی پی آر اس داره، نه میخواد سیم کارت درست حسابی بخوره، نه باتری داره، نه برد خوبی داره. پس گول تبلیغات نخورین. انقدر از این رادیو من دارم تبلیغاتشو میبینم و همه دارن از این رادیو میخرن و میخوان از این رادیو استفاده و از ما راهنمایی میخوان. آقا این رادیو به درد نمیخوره. برای چی از ما راهنمایی میخوایم؟ ما اصلا پیشنهاد این رادیو دادیم مگه بهتون؟ این رادیو فقط یه سیم کارت میخوره که از راه دور بتونی شنود کنی، شنودش هم به درد نمیخوره. نهایت رادیویی که بخواد اندازه مناسبی داشته باشه این ابعاده. این ابعاد میشه گفت که رادیو مناسبیه. بهترین رادیو هم که این رادیوه، آهن ربایی، سیم کارت میخوره، برند اسمارت، VT 3 پلاس و فوق العاده است. درجه 1 که با نرم افزار میتونی رادیویی کنی و شنود کنی. من نهایت پیشنهادی که میتونم بهتون بکنم اینه که یه رادیو کوچیک با این ابعاد فقط با اپل کار میکنه. فقط 1 سال هم شارژ باتری داره. با گوشی اپل میتونی اینو کنترل کنی. میتونی بندازی تو جاسویجی و به عنوان یه جاسویجی استفاده کنی. اگه سوالی در مورد این رادیو دارین با من در تماس باشید.